داملای عزیز، مادر من کسب فالبینی دارد. ما چند بار گپای او را گوش کنیم یا نه؟ هر روز مادرمان را میگوییم که این کسب حرام است و ای گوش نمی کند. در حقشان دعا کنید داملای عزیز، و در حق پدرم هم دعا کنید. خداوند از این راه نادرست، راهی که عاقبتش برای این مادر عذاب است، خدایا از این راه این مادر پس گردانی و اهل هدایتش گردانی. و سخن مادر گوش کردن، چه فالبین باشد چه غیر فالبین باشد، اگر خلاف سخن خدا و پیغمبر نباشد قبولش داریم. اگر خلاف سخن خدا و پیغمبر باشد، پس اینجا نه از پدرش نه از مادرش قبول نمی شود، زیرا سخن خالق مقدم میستد از سخن مخلوقش. السلام علیکم وکیل حاجی میرزا. از بین شام تا خفتن بعد 1 ساعت نماز خواندن ممکن است نماز خفتن؟ التماس سوال مرا جواب گویید. ولی آدمی که تعجیلی باشد، اگر از شام تا خفتن 1 ساعت گذراند و نماز خواند، انشاءالله خوب است، بهتر است. لیکن اگر تعجیلی نباشد و فقط برای ناخوشی اگر 1 ساعت بعد خواند، این نمازش نمازی ثوابدار نیست برادر عزیز. کمترین 1.5 ساعت، و این باید در جماعت شما خوانید. اگر نباشد امکانیت جماعت و امکانیت طاقت، بعد 1 ساعت بخوانید درست است. سلام اکای حاجی میرزای شیرین سخن. لباسی که مثل پوست پلنگ باشد پوشیدنش جایز است. باز بعضی از زنها با این خیلی لباس ها نماز هم میخوانند. میخواستم همین را فهمیم. من یک خواهر اسلامی شما و یک کف دعا دارم. خدا شما را بازم توفیق و هدایت تانه زیادتر گرداند. ولی به هر لباسی که نباشد، چی گویم که از کدام پوست نباشد، مقصد همون اکن پوشیدنشون پوست نیست، بلکه همون متریال هایی که گویم که هم آهنگ همون صورت های پلنگ و دیگر حیوان ها را میکنن، با که ندارد، درست است، یگان زلال زیان ندارد. حتی اگر همون پوست هم که باشد دباغت داده شود، همون قطعی هم نماز خواندن درست است.